امروز میخوام راجع به یه بلای خانمانسوز واسهتون صحبت کنم. ریوز کانتنت. سلام به شما یوتیوبرای خفن و شما خفنه که قراره یوتیوبر بشید. اسم من نوید و به کانال من خیلی خوش اومدید. برای اونایی که نمیدونن کانال من راجع به آموزش‌های یوتیوبه که تو این چند ساله تجربه‌ای که کسب کردم و میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. کانال من عین کانال شماها تازه است و خب میتونید سابسکرایبش کنید و کنار من باشید با هم رشد کنیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته برامون. ویدیو امروز یکم غمناکه، یکم غم داره توشه. یه چیزی هست به اسم ریوزد کانتنت. برای خیلی ها خب نمیدونن، خیلی با داستان کپی رایت فرق میکنه. کپی رایت خب یه اثریه، شما ممکنه از اون اثر استفاده کنی روی ویدیوهات. میتونه تصویر باشه، میتونه صدا باشه، حتی میتونه عکس باشه، میتونه فونت باشه. یعنی کپی رایت یه وقتایی یه جایی خیرتو میگیره که تو نمیدونی چیکار باید بکنی. و خب خوبی که داره کپی رایت اینه که بهت اعلام میکنه سریع. اگر حتی برسه به قسمت کپی رایت استرایک، یه ویدیو حتما براتون آماده میکنم ازش که چه فرقی میکنن این کپی رایت ها با هم دیگه، باز هم طرف تو میگه آقا تاش میگه ویدیو تو پاک کن دیگه، من اوکی نیستم داری مثلا محتوای من استفاده میکنی. که خب یکی از دلایلی که کپی رایت استرایک میخوری همین ریوز کانتنت هم باز هست، یعنی به هم مربوطن. حالا ریوز کانتنت چرا بده؟ به خاطر اینکه به شما نمیگه هیچی. یوتیوب اصلا نمیفهمی که کانتنتی که دوباره داری استفاده میکنی آیا من حق استفاده ازش دارم، اگر استفاده کنم چیزی میشه، میتونم مثلا دور بزنم، حرکتی بکنم یا نه. واسه ریوز کانتنت خیلی کارها هست، خیلی چیزها هستش که میتونی گولش بزنی یوتیوبو. یکیش اینه که خب مثلا تصویر رو فلیپ کنی برگردونید، نمیدونم کاری که پوتک کرد، رنگ و لعاب ویدیو رو عوض بکنی، مثلا یه ذره ادیت کنی روش و اینا، و باعث میشه که اون ربات یوتیوب نفهمه. اما این واسه کی خوبه؟ این واسه موقعی خوبه که شما مانیتایزی و مثلا میخوای مانیتایزی یه موقع نپره و این داستان نشه برات. داستانی که پیش میاد اینه که قبل مانیتایزی خب مثلا نمیدونی تو داری ریوز کانتنت استفاده میکنی، چیزی بهت نمیگه. روزی که تو میزنی دکمه اپلای رو میزنی، میگی آقا منو مانیتایز کن، میاد میگه آناناس من به شما هیچ حقی نمیدم که مانیتایز بشی، چون داری از محتوای کسای دیگه استفاده میکنی و این خیلی بده. یه چیزی بود، یه قانونی بود توی استفاده از محتوای دیگران، حالا کلا موزیک فلان، یعنی هم کپی رایت هم ریوز کانتنت مهم بود که تو اگه زیر 8 ثانیه استفاده میکردی ربات یوتیوب نمیفهمی و میتونستی استفاده کنی. حالا تو یه سری چیزا که خیلی ریستریکتره به قولی زیر 5 ثانیه باید استفاده بکنی، بیشتر مثلا یه ذره حتی خود 5 ثانیه هم از اون محتوا استفاده کنی میگیرتت، خفتت میکنه. مثلا محتوای فوتبال. اتفاقی که میفته توی ریوز کانتنت اینه که شما قبل مانیتایز نمیتونی گولش بزنی. چرا؟ به خاطر اینکه موقع مانیتایز قدیم ربات تشخیص میداد و حالا ربات هم اگه نبود اینجوری بود که زیر سیبیلی رد میکنم میگفتن ها بذار بیاد بابا اوکیه. الان چون خیلی اشباع شده یوتیوب و خیلیا دارن ورود میکنن به یوتیوب و میخوان محتوا تولید کنن و ازش درآمدزایی داشته باشن، دیگه سختگیر شده و شخصی که میشینه ریویو میکنه کلا که شخص شدن دیگه، رباتی نیست. ولی شخصی هم که میشه ریویو میکنه دیگه خیلی سختگیر شده. خیلی شاید خیلی مثلا شانست خوب باشه بتونی در بری از زیر دستش، ولی بعداً ممکنه دوباره گیرت بندازه. من یه کانالی داشتم، این چیزی که دارم میگم به خودم اتفاق افتاده. یه کانالی داشتم، ما میادم تیکه های سریال ها رو مونتاژ میکردم. بعد چه کاری میکردم؟ مثلا توی سریالی اسم یه کاراکتری رو چند بار گفتن، یا توی فیلمی اسم یه کاراکتری چند بار گفتن. اینا رو میومدم من ادیت میکردم میچیدم کنار همدیگه و آمار کانالم بهتون بگم الان واقعا خیلی ناراحت کننده است، چون که 270 کیس ویو داشتم توی یک ماه که خب این 270k خب خیلی بیشتر ویو مال شورتس ویدیوها بود. فکر کنم نزدیک 30 یا 40 کل ویدیو بلندم ویو داشت. خیلی ویو نسبتش خیلی کم بود و ویدیو بلندم حداقل 30-40 کای ویو داشت در ماه. 42,000 ساعت من واچ تایم داشتم و روزی که اپلای کردم برای مانیتایز
3 روز بعدش یه اومد گفتیش که ریوز کانتنت داره استفاده می‌کنید. منطقی هم میگفت، این راستش هم داشت میگفت داداش دارید علنا از سریال مثلا فرندز داری استفاده می‌کنی لام هستم. خب چیه خودت یه کاری بکن روش. یکی از راههایی که شما از زیر دست این ریوز کانتنت باید بتونید در برید اینه که اگر 1% هم شما دارید محتوای کسی دیگه استفاده میکنید باید یک ارزش خیلی مثبت خوبی زیادی بهش اضافه کنید. ارزش چیه؟ مثلا میتونی ادیت مثلا بهتری بکنی ولی به شرط اینکه خودت هم باید توش باشید، به هر صورت روش حرف بزنی، ریاکت بری یا چه بدونم راجبش صحبت بکنی، مثلا ریویوش کنی. این که مثلا صرفا بیا یه 4 تا کارت بزنی و اینا قبول بازم نمیشه. این که مثلا بیا یه سلامی بدی مثلا اول کار بعد بری تو کار ریوز زدن و اینا محتوای یکی دیگه رو استفاده کنی بازم گیر میافتی. داستانش اینه که شما باید اون گوشه تصویر باشی در هر صورت اگر محتوای کسی دیگه استفاده میکنی. و خب جزو موارد ممنوعه یوتیوب ریوز کانتنت منطقی هم هست واقعا. ولی خب موقعی که من این ایده به ذهنم رسید یه ویدیویی دیدم که طرف اومده بود فیلم اونجرز و اون اونجرز اند گیم و اون بتل آخرشون اومده بود، خیلی مسخره هم بود و من تا تهش اون ویدیو رو دیدم. اومده بود هلت بار گذاشته بود واسه کاراکترها، اینکه مثلا چقدر از اچپیشون کم شده، چقدر خونشون کم شده توی این فایت و دونه به دونه عکسشون می اومد مثلا این پایین نوار سبز هی کم میشد. حالا یه جاهایی و یه کاتایی زده بود که مثلا انگار بپیچونه داستانو، ولی تبلیغ اومد وسطش و من پیش خودم گفتم خب این مانیتایز شده دیگه این محتوا دیگه، منم مثلا بیام این کار کنم. بعد کاری که من کرده بودم واقعا دیگه یه آخرای کانال دیگه اصلا زیر 3 ثانیه میشد ویدیو، فقط مثلا یه کلمه رو میگفت یا مثلا 1 ساعت ویدیو بود، 1.5 ساعت مثلا ویدیو بود. ولی چون شخص ریویو میکنه کانال تو، داستانی که پیش میاد واسه ریویو کانال اینه که طرف میاد بیشترین ویویی که داره یه ویدیو تو میبینه، یعنی اون ویدیویی که بیشترین ویو داره میبینه، بعد میاد کل تم کانال تو میبینه، بعد میاد آخرین ویدیو ریسنت ویدیو تو میبینه که مثلا این فکر کنم به خاطر اینکه یه موقع مثلا اون محتوایی که تو داری تولید میکنی چرت و پرت نباشه، همینجوری یه چیزی بذاری از حد در یه سخنی مثلا باشه و اینا. نسبت به اینا اگر مورد تاییدش باشه تایید میکنه و شما خوش آمد میشی به اون پارتنر پروگرام یوتیوب. بعدیش هم اینه که تا روز مانیتایز هیچی به تو نمیگه که آقا تو داری از این استفاده میکنی، اشتباه داری میکنی یا نکنی. یا شاید پیش خودت مثلا بگی خب من گولش زدم این دیگه نتونست منو بگیره ها، ولی آخرش میگه اونجاست که من اینجوری بودم که تو هواداری دشمنی چی، ما داریم اینجا زحمت میکشیم، من 6 ماه دستمو گذاشتم قلبمو گذاشتم روی این کار و هیچی نشد. اون کاناله که توی ویدیوهای قبلی مثلا منشنش کردم دیوان گیمینگ، اون همون کانال است که الان 1036 تا ساب داره و اصلا انگار کاناله بعد از اینکه ریوز خورد دیگه تایید نشد دیگه اصلا انگار خاموشش کردن این کانال. من محتوای گیم دارم توش میذارم و ویو نداره و واقعا باز نمیدونم که الان این محتوای گیمی که دارم میذارم چون خیلی دارن استفاده میکنن میگن یا دوباره پس برن که این پسره بزنید دهنش سرویس کنید این محتوا رو داره مال یکی دیگه رو میذاره. بعد میگم خب لا مثلا این همه کانال هستن دارن کار گیم میکنن چرا من نمیکنم؟ نمیدونم، ریسکه. واسه همین شما برای اینکه ریسکتون رو بیارید پایین تا جایی که میتونید خودتون حضور داشته باشید توی ویدیویی که تولید میکنید. حالا میتونه حضور فیزیکی باشه، میتونه مثلا حضور کلامی باشه که صحبت بکنید که پس فردا اگه یوتیوب مثلا خفتتون کرد گفت داری محتوای کسی دیگه استفاده میکنی بگید داداش من خودم دارم صحبت میکنم روی محتوا. اگه محتوا 0 تا 100ش حق خودتون باشه که دیگه اصلا خیالتون راحت، دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. یه ویدیو حتما بعداً میسازم واسهتون چون دقیقاً یه بنده خدایی هم یه کانالی زد و اینا، موضوع کانالش هم از این موضوع تاپ 10 بود، لیست بود، ویدیوهای لیست بود که مثلا مقایسه ارتش مثلا آمریکا و روسیه مثلا چه سلاحایی دارن، چقدر مثلا جمعیتش و اینجور مدل ویدیوها. و این ویدیو هم خیلی زیاده تو یوتیوب و طرف خودش همه چیشو خودش درست کرده ولی بازم تایید نشد طرف یوتیوب. اونم راجبش واسهتون صحبت میکنم که به اون محتوا چی میگن، بهش میگن ریپیتیتیو کانتنت اگه اشتباه نکنم، میشه محتوای پرتکرار. ارزشی واسه یوتیوب نداره که بخواد مثلا
سرمایه گذاری کنه تبلیغات بیاره روی این محتوا. حتما یه ویدیو واسش میسازم. ریوز کانتنت رو جدی بگیرید، محتوای کسی دیگه استفاده نکنید. اگر هم میخواین استفاده کنید دسترسی دارید بهش، باهاش صحبت بکنید. مثلا همجوری شخمی نرید برید سراغ یه ویدیویی بردارید کار روش بکنید. حیفه، وقتتون رو میذارید، زمانتون رو میذارید. میتونید تو اون وقتی که دارید میذارید یه چیزی تولید کنید که خودتون تولید کرده باشید که پس فردا گیر نیافتید. این داستانم که میگن که نمیدونم فیلیپ کن عکس و رنگش عوض کن، اینا مال موقعی که میخوای مانتیز بشی نیست داداش. خیلی دیگه بهش فکر نکن دیگه، از این خبرها نیست. اگر هم اتفاق بیفته 1 در میلیونه که خب آدم چرا باید ریسک کنه واسه 1 در میلیون. امیدوارم که ویدیو رو خیلی دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید حتما لایکش کنید، کانال منم سابسکرایب کنید یادتون نره و حمایت هم کنید. واقعا من خیلی به چخ رفتم توی داستان یوتیوب. دمتون گرم. فعلا خدا بس. ویدیو هم که اینجا آره